سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحت سلامت باشین و بسیار از شما خوشحال هستم و تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمدشاه سدوزی می باشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو من میخوایم از تمام شما عزیزان به خاطر حمایتتان از این کانال سپاسگزاری کنم. دوستای ما که لایک میکنن این ویدیوها را میبینن و شیر میکنن و کامنت میگذارن و مخصوصا کسانی که ممبرشپ خریدن از این کانال و این کانال مادی سپورت میکنن. ما میخوایم که یک جهان سپاسگزاری کنیم از اینا. دوستای عزیز، در سایه آنلاین ما هر روز یک شنبه از ساعت 4 تا 5 دیگر به وقت اروپای غربی ادامه داره که شما هر کدومتان میتونین که به بسیار آسانی عضو ممبرشپ ما شوین و از در سایه آنلاین ما استفاده کنین. آهنگ بسیار زیبا که مطلع آهنگ است شدم عمر است و ناکام محبت. بسیار آهنگ زیبا است دوستای عزیز. من خوشبختانه که چند روز پیش چانس از این گرفتم که با آقای سدوزی آشنایی حاصل کنم و من چند لحظه امروزشون گپ زدم. بسیار انسان با محبت، بسیار وطن دوست، بسیار زیاد خدمت کردن. اینا تمام فامیل خدمت کردن در موسیقی افغانستان. واقعا من افتخار از این داشتم که همراهشان چند لحظه گپ بزنم و اینا بسیار زیاد لطف کردن برای ما، بسیار زیاد مرا تشویق کردن و امی کار ما که ما امی کانال جور کردیم و امی ویدیوهای آموزشی را خدمت شما تهیه میکنم. امی کار مرا بسیار زیاد خوب گفتن و مرا تشویق کردن و از ما تشکری کردن دوستای عزیز و ما خودم همچنان از اینا تشکری میکنم و ما بسیار جالب بود و اولین بار بود که یک هنرمند مرا خدا تشویق میکنه و این جای بسیار زیاد مسرت و خوشی بود برای ما دوستای عزیز. و ما همراه فامیلشون یعنی تقریبا آشنا شدم که چقدر اینا تمام فامیل خدمت کردن در موسیقی افغانستان، کلتور موسیقی، شعر و کمپوزیشن اینا بسیار زیاد خدمت بزرگ کردن. البته پدر محترمشان به نام احمدشاه سدوزی که اینا در آلمان زندگی میکنن، یعنی آقای سدوزی خودش هم همچنان با برادرانش و با تمام فامیلش در آلمان زندگی میکنن و من خبر شدم که چقدر اینا فعالیت‌های هنری دارن. ای که آهنگ قدر آماده نساختن و در خدمت دیگران نگذاشتن دلیلش امی بوده که خب این مشکلات بی‌وطنی که خودشان هم گفتن که آدم که بیت وطن بود یک دستگاهی نبود، یک جایی نبود که ثبت کنه، این مطور یک آلت رخ میده و این راست میگن. ما اگر که یک دستگاه در اختیارم قرار میبودیم کاناتش می داشتم شاید بسیار آهنگا ثبت میکردم، اما به خاطری که امکانات ضبط نیسته ما هم چون نتونستیم که ضبط کنیم و اینا هم همچنان همین رقم. ولی میگن که فعالیت‌های هنریشان زیاد است و ما ازشان بسیار سپاسگزاری میکنم. دوستای عزیز، آهنگ زیبا، شعر و کمپوزش اردوش از احمدشاه سدوزی پدر تیمورشاه سدوزی می باشند. میریم آهنگ دوستای عزیز یک جای کار میکنیم و پیش ما از خود تیمورشاه سدوزی معذرت میخوایم و البته به اجازه از اینا میخوایم که این آهنگ سرش کار بکنم، آموزش بدم برای دوستای ما تا که این آهنگای زیبا و ماندنی که تاریخ موسیقی افغانستان اینا نشان میتن اینا فراموش نشن و از بین نرن و اینا تکرار شون. جوانای ما باید اینا را بازخوانی کنن و اینا رو بنوازن و بشنوانن و خودشان گوش کنن تا که این آهنگای بسیار زیبا و ناب فراموش نشن. دوستای عزیز، از شما پیش معذرت میخوایم و مخصوصا از خود آقای سدوزی معذرت میخوایم اگر در این ویدیو کمی و کاستی بود. من کوشش خودم میکنم دوستای عزیز. امیدوار هستم که خوشتان بیاید و قناعت شما حاصل شود. میریم و شروع میکنیم. خب من این آهنگ میخوایم که از اف بخوانم. این آهنگ در فریجین اسکیل جور شده دوستای عزیز یا امی نوتای راگ بهروی. شما اگر به شکل راگ میخوانین راگ بهروی میشه. اگر راگ بهروی را یا فریجین اسکیل ما از اف بخوانیم، اسکیلش ما یک لحظه نشان میتیم که اسکیلش چی رقم است. یعنی چی؟ یعنی که کدام نوتا در این آهنگ استفاده شده. البته اردوی ری در این آهنگ استفاده شده. اول ما اسکیل یک بار نشان میتم. ساری گاما پا دانی سا سانی دا پا ما گره سا شدم عمر استنا کام محبت نمیگیرم دیگر
نام محبت. آهنگ از گه شروع میشه دوستای عزیز. البته ما در آهنگ یک آلاب اضافه کردیم من حیث انتروی از او آهنگ و شما اگر خواستین او را کار میکنین، اگر نیک نخواستین او یک چیز اضافه است. آلاب ما از پس شروع کردیم. آلاب نه سر زمین اف استارت میشه و اف ماینر کورد ما میگیریم و آهنگ شروع میکنیم. شدم عمر استنا کام محبت، نمیگیرم دیگر نام محبت. شدم عمر استنا کام محبت، نمیگیرم دیگر نام محبت. آهنگ دوباره میجه استارت میشه در اف ماینر کورد. میلودی همراه یک انگشت. اینمی میلودیش از دوستای عزیز. انتری آهنگ همچنان از می اف ماینر کورد شروع میشه و همچنان از گر شروع میشه. مده ساقی دیگر پیمان بر من، مده ساقی دیگر پیمان بر من، که مستم از می جام محبت، نمیگیرم دیگر نام محبت. مده ساقی دیگر پیمان بر من، مده ساقی دیگر پیمان بر من، که مستم از می جام محبت، نمیگیرم دیگر نام محبت. آهنگ دوباره در اف ماینر کورد استارت میشه دوستای عزیز. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر از دوستای عزیز. میریم و ایره ما در گده مست تمرین میکنیم. مده ساقی دیگر پیمان بر من، مده ساقی دیگر پیمان بر من، که مستم از می جام
جام محبت نمیگی